آیا میدونستین جریان برق فقط با 30,000 آمپر و در مدت زمان 20,000 ثانیه هم میتونه باعث مرگ انسان بشه؟ پس بیاین چند تا نکته در مورد امنیت کار با برق رو مرور کنیم. قبل از سرویس راه اندازی مجدد کولر آبی یا تعویض پوشال، حتما فیوز اصلی برق رو قطع کنید و از نبود فاز در کولر با استفاده از فازمتر مطمئن بشید. تو محیط‌های مرطوب مثل حمام، وسایل برقی مثل سشوار رو دور از آب نگه دارین و بعد از استفاده از این وسایل دو شاخه اونا رو از برق بیرون بکشید. موقع سوراخ کردن دیوار واسه نصب ساعت دیواری یا تابلو دقت کنین که به مسیر سیمکشی برق صدمه‌ای وارد نشه. هیچ وقت با دست خیس یا پای برهنه به لوازم برقی دست نزنید. خیس شدن بدن مقاومت الکتریکی اونو برای عبور برق کاهش میده و جریان برق شدیدتر میشه. استفاده از یه پریز برق برای روشن کردن همزمان چند وسیله برقی حادثه سازه. این همه اتصال باعث آتش سوزی میشه. ایمنی برق رو جدی بگیرید. روابط عمومی و دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.